شب 3 مارت سال 2024 ساعت 20:25 دقیقه در مرکز سودای همدلان واقع در کوچه رجبالی رجبوف در مرکز نویه یووان سوختور به عمل آمد. در این مرکز سودا فروشگاه‌ها، بانک و دیگر نقطه‌های خدمت رسانی جایگیر شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در نتیجه سوختور علنگه آتش نقطه‌های سودا و خدمت رسانی را در مساحت 420 متر مربع فرا گرفت. خوف پنجشنبه آن به میان آمده بود. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه سفربر نمودن قوه و واسطه‌های خدمات سوختار نشانی، سوختار در مساحت اولش ساعت 23:55 دقیقه به پررگی خاموش کرده شد. یعنی فرو نشاندن سوختار در یووان 3.5 ساعت را در بر گرفته است. وزارت کارهای داخلی درباره سبب‌های سوختار و حجم ضرر رسانده شده هنوز چیزی نگفته است. در اطلاعات تنها گفته شده است که سبب حادثه مذکور و ضرر آن از جانب گروه کاری معاین کرده می شود.